خدایا شکرت بابت امروزم، بابت این روز قشنگ، این صبح زیبا. خدایا شکرت که هر جا باشم آغوش تو پناه منه. وقتی دنیا پر از صدا و هیاهوست، در سکوت حضورت آرام میگیرم. شکرت که با هر چالش ایمانم را قوی تر میکنی و یادم میدی که هیچ چیز از کنترل تو خارج نیست. امروز مثل کودکی که در آغوش مادرش آرام گرفته، در آغوش امن تو نفس میکشم. ای دلبر جون، با جون و دل میگم خدایا شکرت.